امشب منتخب فوتبال تاجیکستان را بازی خیلی مهم و تقدیرساز منتظر است. در دوره رقابت‌های گروهی مرحله انتخابی جام آسیا 2023 تیم ملی کشور در گروه F در چارچوب دور سوم با یکاچین قرقیزستان رقابت می‌کند. در حال حاضر این هر دو تیم در گروه امتیازهای برابر دارند، ولی منتخب ملی ما با تناسب توپ‌ها در صدر جدول قرار دارد. تیم فوتبال تاجیکستان در دو بازی دور نمودش 5 گل به دروازه رقیبان زد و دروازه‌بان دسته رستم یتیمov گلی را از دروازه‌اش بیرون آورده است. یکاچین قرقیزستان باشد 4 گل زده، 1 گل به دروازه‌اش سر داد. در حال حاضر بعد دو دوره رقابت‌ها تنها در سه گروه تیم‌های یکم و دوم 6 امتیازی به دست آوردند. بهترین نشانزن تیم ملی تاجیکستان در این مرحله مسابقه شیروانی مبادشویف در دو بازی مؤلف 3 گل شد و گل آخرین او به تیم ملی تاجیکستان 3 امتیاز خیلی مهم را هدیه کرد. و مثل تیم ملی ما در هیئت منتخب قرقیزستان نیز نفری است با 3 گل بهترین نشانزن تیمش میباشد. ویکتور مایر حمله‌گر دسته آینتراخت شهر راین آلمان با تیم ملی قرقیزستان با گل‌های زده 6 امتیاز آورد. اگر از روی بازی‌های آخری دایر نموده این دو تیم آمارگیری بکنیم، تیم منتخب تاجیکستان برتری دارد. 5 بازی آخری تیم ملی تاجیکستان با قرقیزستان 2 مرتبه با غلبه تیم ملی ما 2 دفعه مساوی و 1 مرتبه دیگر به سود قرقیزستان خاتمه یافته است. بازی‌های آخر همچنین نشان می‌دهند که این دو منتخب آنقدر بازی کشاد را به نمایش نمی‌گذارند. اولین تیمی که دروازه رقیب را رخنه می‌کند در نزد دروازه‌اش اتوبوس گذاشته همین حساب را نگاه داشتن می‌خواهد. در سه بازی آخری که از سال 2019 دایر کردند یا با حساب 1-0 خاتمه یافته است یا با حساب مساوی 1-1. همچنین قید کردن ضرور است که بازی میان این دو منتخب از یک چند جهت مهم است و خیلی شدید و تیز و تند صورت می‌گیرد. برای مثال بازی رفیقانه که مهم مرد دایر شده بود با غلبه مینیمالی منتخب ما جنبست شد. داور در این بازی رفیقانه 10 کارت زرد و 4 کارت سرخ نشان داد. از همه حساب بزرگی که منتخب ما ملی پوشان قرقیزستان را شکست دادن با نتیجه 4-1 به قید گرفته شده است که این به سال 2013 راست میآید. پیروزی‌های قرقیزستان مقابل تیم منتخب ما فقط با حساب 1-0 به قید گرفته شده است. همینطور متخصصان هم برتری را در این واخری به تیم ملی تاجیکستان میدهند. قرقیزها قریب بود که از سنگاپور دچار شکست میشدند، اما ملی پوشان ما خیلی آسان سنگاپور را شکست دادند و اگر امکانات‌های گلزنی خود را استفاده می‌بردند شاید با حساب بزرگتر به غلبه دست می‌یافتند. نوبسته از نتیجه واخری با تیم قرقیزستان از روی آمارهای دیگر گروه‌ها تیم منتخب تاجیکستان 95% را خط مرحله نهایی جام آسیا را به دست آورده است. بعد پیروزی با مقابل میانمار با حساب 4-0 تاجیکستان را میباید نشان دهنده‌های خود را در مقابل سنگاپور بهتر سازد و پیتر سگل از واکنش بازیگران خود افتخار کرده آنها را دعوت کرد که این عمل بهترینشان را با جمهوری قرقیزستان خاتمه دهند و جای خود را در فینال قطعی تامین بسازند. واخری مذکور امشب ساعت 8 با وقت دوشنبه توسط تلویزیون ورزش و تلویزیون فوتبال مستقیما منظور بینندگان کرده می شود.